در حقیقت سال 2024 برای فعالیت شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان سال بابرار با موفقیت بود. طبق نقشه کاری شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان که از جانب رئیس شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از 17 ینوار سال 2024 تأسیس گردیده است. جلسه های سیاری شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان یکجا با شوراهای جمعیتی ولایت خطوان، شهر دختر، نویای عبدالرحمن جامی، کوشانیان و جوادین برخی قبودیان، ناصری خسرو، پنج دوستی شهر دوست در شکل میز مدور در موضوع سیاسی دین همچون خامل پیدایش گروه های دینی افراطی و راههای پیشگیری آن در جامعه تاجیکستان روز 23 فوریه سال جاری در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه خراسان با شوراهای جمعیتی ولایت ختلان، شهرهای کولاب، نورک، دیوشتیج، نویای خووالی، مومین‌آباد، شمس‌الدین شاهین، همدانی، دانشگاه دولتی دغره و دانشگاه دولتی کولاب در موضوع شاهنامه فردوسی وسیله مهمی بلند برداشتن خودشناسی ملی جوانان روز 28 مارس سال جاری در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دغره با شورای جمعیتی شهر روغون و اکثریت اعضای شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان روز 26 اپریل سال جاری در موضوع نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در بنیاد MBO روغون و اهمیت بین‌المللی این انشاءات اصل از نگاه جامعه شهروندی در نیروگاه برقی آبی روغون با شوراهای برگزار گردید. با شوراهای جمعیتی ولایت سوق، شهرهای خوجند، کنیبودان، استقلال، اسفره، استروشن، ناحیه‌های اشت، دیوشتیج، مسجد، ایتامین، جبار رسول، ظفرآباد در شکل میز مدور در موضوع راه و اصول‌های مبارزه با خرافات و افراط‌گرایی، پیشگیری گرایش نورسان جوانان به حرکت و رویه‌های تروریستی، خونرو و بیگانه و دیگر ظهورات‌های نامطلوب روز 22 می سال جاری در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کنیبودان با شوراهای جمعیتی ولایت ختلان، شهرهای کولاب، نورک، لیوکن، نویای خووالی، مومین‌آباد، شمس‌الدین شاهین، واسل، بالجوان، تیمورملیک، همدانی، دغره، فرخار در شکل میز مدور در موضوع راه‌های بلند برداشتن معرفت حقوقی در جامعه تاجیکستان در پرتو اعلام گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی روز 26 ایون سال جاری در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بالجوان با شوراهای جمعیتی شهر روغون، نویه‌های رشت، نورآباد، سنگوار، تاجیک‌آباد، لخش و دانشکده آموزگاری تاجیکستان در موضوع خرافات پرستی و راه‌های پس کردن شدت آن در جامعه تاجیکستان روز 26 ایول سال جاری در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد با شوراهای جمعیتی ولایت سوق، شهر پنجکین، ناحیه‌های عینی، کوهستانی مسجد و شهرستان در شکل میز مدور در موضوع شبکه‌های اجتماعی همچون تهدید واقعی به امنیت ملی جمهوری تاجیکستان روز 26 سپتامبر سال جاری در مجلسگاه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین با شوراهای جمعیتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر خاروق، ناحیه‌های ونج، درواز، مرغاب، اشکاشیم، روشان، رشقلا و شغنان در شکل میز مدور در موضوع نقش و موقع امامعلی رحمان در عرصه جهانی تشبث پیشوا